در این بحر جز مرد داعی نرفت، گمان شو که دنبال راعی نرفت. کسانی کز این راه برگشته اند، برفتند و بسیار سرگشته اند. خلاف پیامبر کسی راه گزید، خلاف پیامبر کسی راه گزید که هرگز به مقصد نخواهد رسید. مپندار سعدی که راهی صفا، توان یافت جز بر پی مصطفی. حمد و درود بی پایان در حق رسول اکرم، اولاد رسول اکرم، هم صحبت‌های رسول اکرم، تمام موی سفید و جوان و زنهایی که در راه خدا در جهادها به هلاکت رسیدند. درود و رحمت بی پایان خداوند بر روح ایشان داد. هزارها بار شکر، هزارها بار شکر که ما و شما امت عیسی نشدیم، امت موسی نشدیم، امت ذات شدیم که خداوند وصف او را در چندین جاهای قرآن برای ما و شما بیان می‌کند. و خدا رحمت و مغفرت کند. سعدی را حضرت گفتند کسانی که از این راه برگشته اند، برفتند و بسیار سرگشته اند. خلاف پیامبر کسی راه گزید که هرگز به منزل نخواهد رسید. انشاءالله کسی که راه خلاف پیامبر راهش میگیرد هیچگاه به منزل و به مقصد خود نمیرسد، هیچگاه. البته او سرنگون میشود، البته او به هلاکت میرسد. اگر چی زنده هم که باشد در قطار مرده ها هست و نه مدنیت دارد، نه فرهنگ دارد، نه عقل دارد، نه عزت دنیا و نه آخرت دارد. خلاف پیامبر کسی راه گزید که هرگز به مقصد نخواهد رسید. مپندار سعدی که راهی صفا، توان یافت جز بر پی مصطفی. ای سعدی، حضرت خودش ملامت میکند که هیچگاه اگر تو راهی راست و راهی صفا و راهی نجات برای تو لازم باشد، فقط و فقط در قدم پیغمبر خدا قدم بنه. قدم تا در قدم پیغمبر خدا بگذار، انشاءالله راهی صفا را چکار میکنی؟ تو البته میابی. و عزتی و جلالی لو سنکو الی کل طریق و استفتحت کل باب ما فتحت لهم الا یأتو خلق. حدیث قدسی است. خداوند چی میگوید؟ به عظمتی و بزرگی هم قسم به عظمتی و بزرگی هم که اگر تمام بندگان من همه راه ها را استفاده کنند تا که بر من واصل شوند، تا که بر من نزدیک شوند، تمام راه ها برای این بندگان بسته شد ای محمد، تا اگر از قفای تو نیایند، تا اگر از قفای تو پیروی تو نشوند، تمام راه های رحمت برای این بندگان بسته شده است. امروز ما و شما هم الحمدلله که دعوای امتی میکنیم. ما و شما را اگر پرسند بنده کی هستی؟ بنده خدا هستیم. امتی کی هستی؟ امت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم است. وقتی اگر پرسند از ما و شما که آیا بر محمد چی امتی داری؟ آیا تو میگوی من پیرو محمد هستم، در اصل پیرو محمد هستی یا نه؟ ما و شما باید که امروز کردارهای خودمان با کردارهای رسول اکرم چکار کنیم؟ مقایسه کنیم که آیا همین پیروی ما و شما، همین رفتار ما و شما، آیا با گفتار و آداب رسول اکرم برابر هست یا نه؟ امروز بین در خاندان ما و شما فرزند حلال نداریم، فرزندی با تربیه نداریم، زنی خوش معامله نداریم، خانه های با ترتیب نداریم. برای چی است؟ برای که نظام اسلام، برای که سیاست اسلام، برای که گفته های رسول اکرم در خاندان ما و شما شعار نشده است. تمام کردار ما و شما خلاف پیغمبر خداست. نه یگان معرکه طبق دستور رسول اکرم داریم، نه یک گفتار موافق گفته پیغمبر خدا داریم. فقط صورت داریم، فقط سیرت، فقط یک زینت داریم خلاص. مشا ملا و صوفی شیخ کنعان
شو ملای و صوفی شیخ کنعان، مسلمان شو مسلمان شو مسلمان.